أوجدته سلامة الأذواق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. حين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل عزة المشتاق. فالناس هذا حظه مال وذاك مكارم الأخلاق. يا حبذا خلق كريم طاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان ارجمند و گرامی شبکه جهانی ندای حق و دوستداران و علاقمندان برنامه خلق عظیم، خدمت یکایک شما گرامیان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید برنامه خودتان را مشاهده می کنید، از نعمت صحت و عافیت و تندرستی و نشاط برخوردار بوده باشید و در کنار آن همیشه با امید زندگی بکنید. بعد از عرض سلام خدمت شما گرامیان، به نیابت از شما خدمت جناب دکتر نور محمد عمرا نیز عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. جناب دکتر سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده اصلا خسته نیستم تا خسته نباشید داشته باشم. وقت بخیر و انشالله که شما و بینندگان عزیز همیشه پر انرژی باشید و هیچ وقت خسته نباشید. تو بهتون میگیم خسته نباشید، بلکه میگیم خدا قوت. آمین. گرچه جناب دکتر شما ماشاءالله همیشه لبخند بر لبانتون نقش بسته، همیشه لبخند دارین. ما فکر کنم که هفته گذشته موضوع برنامه ما لبخند بود که متاسفانه بنده حضور نداشتم و جناب استاد سلیمانی زحمت متقبل شدن، اما تاثیرات برنامه هفته گذشته فکر کنم که هنوز هم باید باشه دیگه. همیشه باید لبخند بر لبان باشه و شادی بر گونه ها. آمین آمین. و این هفته هم فکر کنم که موضوع انشاءالله مهمه و شاید مهمتر از لبخند باشه که در به وجود آوردن لبخند خودش مستقیما تأثیر داره و نقش داره. دوستان گرامی، عزیزانی که در همین حالا دارید برنامه را مشاهده میکنید و یا بعداً شاید تکرار برنامه را مشاهده کنید، از تک تک شما عزیزان تقاضا دارم که این برنامه مهم، به خصوص این موضوع مهم را که واقعاً در زندگی تک تک ما و شما تأثیر عمیق و تأثیر بسزا دارد را حتما مشاهده کنید و این برنامه را پیگیر باشید، چون واقعا در جهان و در عصری که امروز داریم زندگی میکنیم گویا اینکه یأس و ناامیدی دارد در آسمان زندگی برخی از مایان ابرهایش را گسترانیده است، اما نگذاریم که این یأس و ناامیدی در دلمان، در زندگیمان، در کارمان، بالاخره در همه ابعاد زندگیمان رونما بگرده و خودنمایی بکنه و خدای نخواسته ایمان را از ما بگیره. در واقع امید یعنی ایمان. خب من
بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم، برمیگردم خدمت جناب دکتر و بنده هم مانند شما منتظر هستم که در این برنامه که موضوع آن البته امیدسازی است، جناب دکتر چی برای ما و شما تدارک دیدن. جناب دکتر اول بریم از این سوال بکنیم که یعنی چرا در این باره شما اینطور یک عنوان، البته انتخاب شما بود، این موضوع را انتخاب کردیم؟ بسم الله و صلات و سلام علی حبیبی و مولای رسول الله. استاد سقر بزرگوار، ببینید امروزه به صورت بسیار سیستماتیک و برنامه ریزی شده سعی می کنند افرادی که جامعه امروزی ما رو زنده به گور بکنن، انسان رو ذلیل و خارش کنند، تو خودش خوردش کنند، تمام اعتماد به نفس و بینش آینده و امید به آینده رو ازش بگیرن. واسه همینه که ما میبینیم که تمام اخباری که در رسانه های ما، به خصوص رسانه هایی که مصدرش مشبوه هست، اخبار ناامید کننده است، اخباری هست که اخبار بد هست. در فلان جا شادی بشه این خبر نیست، اما در فلان جا غم بشه خبر غم، اندوه، فقر، ناداری، بدبختی، خودکشی، آدمکشی، اینها خبره. اما کارهای خوب، فلانی یتیمخانه ای رو به عنوان خانه امید برپا کرده است، 500-600 یتیم رو اشک غم رو از گونه هاشون پاک کرده است و اشک شادی بر گونه های اونها و اطرافیانشون سرازیر شده، این خبر نیست. کسی دیگه در منطقه دیگه، منطقه بی آب و علف، در منطقه خشکسالی هست، اونجا اومده چای عمیقی زده، آب آشامیدنی برای مردم تهیه کرده، این خبر نیست. اما تو همون روستای دور افتاده اگر به کسی، مردی ظالمی، انسان وحشتناکی اومد بچهش رو کشت یا زنش رو کشت یا زد، این خبره و صداش رو در رسانه ها میشنویم. پاک کردن اشک ها خبر نیست، کاشتن لبخند ها خبر نیست. اما بدبختی ها و اشتباهات افراد، حکومت ها، نظام ها، سیستم ها، گنده کردن اینها، تحریف کردن اینها همه خبر هست. هدف چی است؟ هدف کشتن افراد هست، کشتن امید در افراد. یک فرد ناامید در واقع یک انسان مرده ای هست. ناامیدی راهی است به سوی قبرستان، امید راهی است به سوی زندگی، شعله و اثری است که انسان رو میکشه. یک امید در واقع اون ماشین یک زندگی است، اون موتور متحرک و مکانیکی هست که زندگی رو به حرکت در میاره. ببینید یک کشاورز چرا میره در زمین رو شخم میزنه و گندم رو پرت میکنه توی همین زمین؟ به امید فردایی که حاصل بده. یک دانش آموز، یک فرزند ما چرا میره صبح تا صبح میره مدرسه، سر کلاس میشاره، شب بیداری میکنه، زحمت میکشه؟ به خاطر چی واقعا؟ امیدی به کامیابی و موفقیت. وقتی میاد بهش میگن که نه، موفقیتی در کار نیست، آینده‌ای در کار نیست و این مدرسه ها غیر از جهالت هیچی توش بیرون نمیاد و مدرک هم گرفتی، مدرک کاره ای نیست، چون که تحصیلی کردی کاره ای نیست. این نظام بر مبنای رشوت و نمیدونم واسطه گری میچرخه. امید رو در جلوی این کشتن، کشاورز رو ناامید کردن. این گندمی که شما به بازار میدید خریدار نخواهند داشت، چرا که گندم چینی اومده بازار رو گرفته و هیچ به اصطلاح جایی برای رقابت شما باقی نیست. همه اینها به خاطر کشتن امید هست. چرا یک جوون ما میره زحمت میکشه، زندگیشو میخواد بسازه و
مسئولیت پذیری میشه و میره ازدواج میکنه، خاطر امید به فردایی که بتونه صاحب یک زندگی باشه، بتونه صاحب فرزند باشه، بتونه یک زندگی رو در جامعه رونق بده، بسازه. در واقع پس امید نه این که ما رو به حرکت در میاره، حتی شیوه حرکت ما رو هم منظم میکنه. انسانی که امید داره به آینده و امید داره به ساختن، همین جوون ما میتونست از راه حرام که میدانش بسیار زیادتر از حلال هست و خیلی راحت تر هست، مختصر هست، بنا به عادات و رسوم جاهلانه‌ای که افراد بر جامعه تحمیل کردن، خب راه حرام گشاده تر است، واسع تر است، رسیدن به اون راحت تر است. اما فرد نمیره دزدی بکنه، میره جون میکنه و مال حلال به دست میاره، نمیره دنبال فحشا و فساد و روسپیگری، میره زحمت میکشه، تحمل مسئولیت ها میکنه، سختی ها رو تحمل میکنه، ناز و نقره های این و اون رو تحمل میکنه تا ازدواج بکنه. نمیره یک مدرک تقلبی از روزها بخره و زیر بشه تو کشور، میره زحمت میکشه، شب و روز رو به هم میدوزه، شب زنده‌داری میکنه، درس میکنه، آخرش میاد یک مدرکی رو با عرق پیشانی خودش به دست میاره. همه اینها به امید فردا، امیدی که اون رو به حرکت در آورده و اون رو به سوی یک هدفی که انسانی که با هدف هست، امید در واقع کوتاه‌ترین راه هست برای رسیدن به هدف. جناب دکتر، حرفی که شما در آغاز صحبتتان با آن اشاره کردین یک تعبیر بسیار مهم به نظر ما بود، ای که چرا کسانی که رسانه ها در دستشان هست، چی رسانه های نوشتاری باشه، کتبی باشه، چی شنیداری مانند رادیو باشه، مانند شبکه های اجتماعی که امروز میشه که حتی صوتی و حتی تصویری باشه، چرا این افراد و این دستاندرکاران آن مفهومی را که برای ما از غربی ها به میراث مانده، گویا این که خبر یعنی همواره، وقتی ما خبری می سازیم، وقتی خبری می نویسیم، وقتی خبری را به مردم میرسانیم، اون خبر باید همواره و همیشه خبر منفی باشه، سلبی باشه، خبر کشتن باشه، خبر ظلم باشه، خبر ستم باشه. چرا باید این مفهوم را تغییر ندیم؟ یعنی این تا حال هم این میراث تا امروز هم حاکمیت داره. وقتی مجرد این که جناب دکتر هر رسانه را شما باز بکنین، غیر از خبری که در اینجا مثلا 10 نفر کشته شد و نمیفهم 10 ها تن دیگر مجروح شدن، اینجا نمیفهم خانه تخریب گردید، شهرکی از بین برده شد، بجز این اخبار یا خبر ظلم یا خبر ستم ما دیگه اخبار مثبت، اخباری که امیدوار کننده باشه نداریم. میخوایم یک پیامی هم داشته باشیم. یعنی که ما فکر کنیم که این یک میراثی هست که از غرب به ما رسیده، به این صورت هم نیست، چون که اصلا خود غرب همچین کاری رو نمیکنه. خب ما الان برای ما دادن در شاخصه های ردبندی امید به زندگی در بین 193 کشور جهان که سازمان ملل و بهداشت جهانی ردبندی کرده، ایران مثلا در رتبه 106 رو داره. بله، 106م دنیا در به اصطلاح در بین 193 کشور ایران میشه در شاخصه امید به زندگی. یعنی اینی که این واقعیت است که یک فرد ایرانی امید به زندگیش از 106 کشور جهان کمتر هست. ژاپن مثلا امید به زندگی بالاست. یعنی امید به زندگی یعنی چی؟ یعنی اون فردی که اون کشور هست، اون فضا هست، گمان میکنه که چقدر توقع داره که چقدر میتونه زنده بمونه. یک ژاپنی مثلا بالای 83 سال امید به زندگی داره، در حالی که ایرانی دور و بر 70 میچرخه. این به خاطر یک فضایی هست که به وجود اومده. مؤسسه گالوپ میگه که
ناشادترین از ناشادترین و در رده ناشادترین کشورهای جهان ایران و عراق قرار دارند. خب اینا به خاطر چیست؟ به خاطر همین فضای فرهنگی که افرادی بنا به بنا به اهداف مختلف اون رو ساختن. در غرب، در فرانسه 6 تا حمله وحشتناک میشه در یک شب، در سینماها، در خیابونها، در جاهای مختلف. این به عنوان یک خبر پخش میشه که در فرانسه 6 تا نمیدونم حمله تروریستی صورت گرفت. بعد از اون کسی نه تصویر کشته ای رو میبینه، نه جای تخریبی رو میبینه. رسانه حق نداره این رو منتقل کنه، اما همین رسانه است که جاهای شاد کشور رو منتقل میکنه، زیبایی ها رو منتقل میکنه، ساختن رو منتقل میکنه، زندگی رو به شیوه زیباش منتقل میکنه. حق نداره که بیاد یک یأس و ناامیدی رو به جامعه تزریق کنه. بعد میبینیم که همین کشور رسانه میزنه برای ما و کشورهای دیگه همچنین رسانه میزنه برای ما. اون قوانینی که تو اون کشور هست که باید شادی رو بسازید، اون قوانین میره کنار و اینجا میاد قوانینی که باید غم رو به جامعه تزریق کنه. این یک جانبش هست. اما این جانب دیگه که خود ما وقتی که تیشه به ریشه خود میزنیم، وقتی که در جامعه غم و اندوه رو نهادینه میکنیم، وقتی که کسی از ما وفات میکنه، عزیزی از ما وفات میکنه، نمیدونم یه هفته به سر و صورت خودمون میزنیم، داد و فریاد میکنیم، میریم روی قبرش یک سنگ بزرگی میذاریم که نکنه این قبر گم بشه. خب اگر قبر گم شد که چی میشه؟ یعنی چه اتفاقی میفته؟ تازه من این نسل، این یک نسل، دو نسل این فرد رو میشناسیم، نسل سوم و چهارم براش این شخص اصلا مهم نیست و اصلا نمیشناسنش. این سنگ بزرگ و این سنگ قبر، این همه فضا از زمین رو اشغال کردن و برای آیندگان مشکل ساختن، خب این خودش یک معضله است در آینده. الان ما در شهرهای بزرگ معضله قبر داریم. خب در یک شهری مثل مدینه منوره از روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا به امروز 1440 سال، بیش از 1440 سال داره اینجا افراد دفن میشن و تا الان دفن میشه. روزانه هم 10 ها 15 20 نفر دفن میشه، هنوز جا فضا هست برای دفن شدن. چرا؟ چون یکی میاد قبر گم میشه، قبر دوباره دو همون منطقه یک قبر دیگه ای و به همین صورت زندگی حرکتش رو ادامه میده. اما ما میاییم نه، یه سنگ قبر بزرگ میسازیم به خاطر اینکه این غم رو پایدار بمونه تومون. بعد میاییم هر هفته، نمیدونم هر پنجشنبه، هر فلان، هر اعلان یک عزا رو تجدید میکنیم، یعنی غم رو به خودمون، به جامعهمون تزریق میکنیم. نه، این میاییم یه آخوند میاد به خاطر اهداف خودش، به خاطر چاپیدن جامعه، به خاطر اینی که جامعه رو بگه که ای جامعه بمیر، ای جامعه فکر نکن، ای جامعه افسرده باش، ای جامعه ناامید باش از آینده. میاد یک مفکوره های وحشتناکی که از نظر روحی روانی بسیار وحشتناک است. یک صدمه بزرگ وقتی که به یک انسانی وارد میشه، بله ضربه میبینه. وقتی به یک کشوری در یک جنگ میره ضربه میبینه، اما وقتی که این جنگ میاد آروم آروم به این کشور تزریق میشه. ما مثلا در ایران جنگ ایران و عراق داشتیم، یک صدمه بزرگ بود، بیماری های بزرگ، نمیدونم استرس، ناامیدی، یأس، افسردگی، همه اینها به جامعه تزریق شد. اما یک جنگ فیزیکی بود، فضاش قابل تحمل بود، افراد میدونستن که چی بشه. بعد از اون الان مثلا میاد وزیر بهداشت ایران میگه که در 26 سال گذشته تعداد بیمارای افسردگی و بیمارای روحی روانی 2 برابر شده. یعنی در فضایی که جنگ نبود رشد بیماری بیشتر شده. در مثلا تهران میان میگن که 50% مردم بیماری های روانی دارن. اینا به خاطر چه هست؟ به خاطر همین فضایی که به وجود آوردن. الان این روزها مثلا عزاداری یعنی چی؟ این فضا را جناب دکتر ما قبلا داشتیم، گفتم چون بیشتر بحث رسانه ها بود و بحث خبر بود. خب اگر گفت شما بگذاریم اینی که اونها به ما دادند، خب ما هم تشخیص دادیم که این معلوماتی که دادند یا این برخی اصول خبرسازی و خبرنگاری را که برای ما آموزش دادن، این اشتباه است، این غلط است، ما باید کار دیگر. لکن به گفت شما واقعیت این است که خود
خود ما یا افرادی که ما نه افرادی که این کارم خودی اونها هم در نهادینه کردن این مفهوم غلط سلبی منفی در جامعه نقش دارن. خب اینا رو ما چطور میتونیم که از بین ببریم؟ هیچ انسانی در دنیا مجبور نیست، هیچ کسی از ما مجبور نیست که رادیوهایی که اخبار منفی میدن رو گوش کنیم. هیچ کسی از ما مجبور نیست اون خبر بدی که در واتساپش اومده اون رو پاس بده به این و اون. هیچ کسی از ما مجبور نیست بره در عزاداری شرکت بکنه و یک نیروهای منفی و وحشیگری رو به جامعه به خودش به فرزندانش القا کنه. ما میتونیم نریم، ما میتونیم مشارکت نداشته باشیم، ما میتونیم به جای امروزی که روز مردم میرند یا بعضیا میرند خودشون رو در یک به صورت سیستماتیک میان بارگیری منفی میکنند و ناامیدی رو در خودشون میکارند با عزاداری و فلان، ما در این روز میتونیم بریم سری به بیمارستان بزنیم، امید رو در بیماران بکاریم. ما میتونیم بریم سری به معلولان بزنیم، امید به اونها، امید به زندگی رو در اونها بکاریم. ما میتونیم بریم یتیمها رو جمع کنیم و تو خونه‌مون جایی براشون جشن بگیریم و اونها رو به زندگی امیدوار بکنیم. ما میتونیم بریم اطرافمون هر انسان، اینایی که تو خیابونا افتادن این انسان نیستن مگه؟ اینا رو جمع کنیم، یک مرکزی درست کنیم، 10 نفر 20 نفر بیایم هزینه بذاریم، یک خونه‌ای درست کنیم، به اینها غذای مفید بدیم. بریم به این افرادی که تو چه افرادی باید این کار را بکنن؟ ما جامعه این جامعه خودش از بین رفته، این جامعه خودش در نتیجه نه این جامعه از بین نمیره، افراد از بین میرند. افراد در جامعه افرادی که ضربه میبینند، یعنی الان مثلا جامعه مثل ایران که از هر سو ضربه میبینه، نمیدونم مشکلات داره، در این جامعه افرادی که الان بیمار هستند بنا به آماری که خود نظام میده بین 20 تا 25% هستند. یعنی چی؟ یعنی ما هنوز 75% جامعه داریم که میشه روش سرمایه گذاری کرد برای امیدوار کردن. 75% از جامعه رو داریم که میتونه 25% از جامعه بیمار رو اصلاح کنه و ببینید امید بخشیدن در واقع از هر دارو و درمانی بهتر هست. خب نام این موضوع برنامه ما هم امیدسازی است. ما چطور میتونیم امید بسازیم؟ چطور میتونیم که افراد جامعه را امیدوار بکنیم و امید را در وجود آنها بکاریم و به وجود بیاریم؟ چطور ممکن است؟ یعنی یک فردی شاید سوال کنه که من فرضاً من یک کارمند عادی هستم، من یک فروشنده هستم، شاید یک کسی بگه من یک رفتگر هستم. من چطور میتونم که در جامعه کوچکم یا در ماحولم یا در وجود خودم امیدواری را به وجود بیارم؟ این سوال است. در به اصطلاح جامعه همه افرادی که در جامعه هستن نقش اساسی دارن. یعنی هیچ وقت ما گمان نکنیم که مثلا در یک جامعه نقش رئیس جمهور یا رهبر مهمتر هست از نقش یک رفتگر. چرا مهمتر نیست؟ اگر همین رفتگر کشور رو صاف نکنه، همون رهبر تو همون گند همون کشور خفه میشه. پس تمام افراد در جامعه قدرت‌ها و مکانیزم حرکت یک جامعه هستند و هر یکیشون برای خودشون اهمیت داره. در کشوری مثل ژاپن که در رده اول امید به زندگی است، رفتگر اسمش هست مهندس نظافت، مهندس بهداشت. خب جایگاهش، حقوقش از حقوق رئیس جمهور هم کمتر نیست. $8,000 حقوق یک رفتگر عادی هست. خب این همه بیانگر چه هست؟ بیانگر این هست که جامعه برای خودش احترام قائل هست. ما وقتی که برای خودمون، برای جامعهمون احترام قائل بشیم، برای انسان ارزش قائل بشیم، مثلا به طور مثال حالا من هر که باشم در این جامعه میتونم نقش خودم رو ایفا کنم. وقتی که من حرکت میکنم در جامعه، افرادی رو که میبینم که دارن در زباله دنبال غذا میگردن، خب در همچون اگر من احساس کنم در همچین فضایی احساس کنم که من از اونها بهترم چون که غذای سالم دارم، من یک انسان نجات پرستم. اگر من در جامعه نگاه میکنم یک معتادینی رو میبینم که اینجا و اونجا افتادن، وقتی با لگد بهشون میزنم و اونها رو تحقیر میکنم، من یک انسان نجات پرستم. من چه بهتری از اونها دارم؟
اونها افرادی از این جامعه هستند. ارزش من، ارزش یک فرد به اون آرمان هاست، به اون ارزش هایی است که بهش ایمان داره. قیمت یک فرد، بهای یک انسان به انسانیتش هست، نه به لباس و نه به پوشاک و نه به نمیدونم خوراک و نه به ماشین و نه به زندگیش و نه به مقام و منصبش. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهد آدمی. اینی که من این جامعه رو ببینم، چشمام رو باز کنم. ببینید راه امید چی هست؟ امید در واقع ما در یک کوچه تاریک پر از خار در حال حرکت هستیم. بله. اما بعد از این کوچه رو میبینیم که اونجا سعادت هست، اونجا خوشبختی هست. تصویر رسول صلی الله علیه وسلم بسیار زیباست در این میان. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید که الجنت حفت بالمکاره، راه رسیدن به بهشت همش سختی ها داره. آسان نیست. آسان نیست. یعنی یک راهی رو ما طی می‌کنیم، یک راهی رو طی می‌کنیم که برعکس اون خواسته ها و شهوت های من هست، اما نهایتش سعادت، خوشبختی و دقیقاً مانند یک فردی که کار میکنه زحمت میکشه. این کار زحمت که خواهش شخصی اون نیست، نمیخواد این کار رو میکنه به خاطر رسیدن به هدف معین، امید به رسیدن به یک هدف. در مقابل چه هست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید و النار حفت بالشهوات، رسیدن راه خوشگذرانی، راه که تو میپسندی، دلت میخواد، شهوتات میخواد. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. خداوند متعال قانون گذاشته، فاقم وجهک للدین حنیفا. شما در مسیر دین حرکت کنی، در مسیر خدا حرکت کنی. این چه هست؟ فطرت الله التي فطر الناس علیها. این اون فطرت و جبلت انسانیت توست. وقتی که در مسیر دین حرکت میکنی، احساس راحتی میکنی، احساس سعادت میکنی، احساس خوشبختی میکنی، هدف مشخص هست، امید داری به آینده بهتر و جامعه جزئی از امید، ساختار جامعه جزئی از اهداف تو میشه و برات امید، نه تنها در خودت امید میسازی، در دیگران هم امید رو تزریق میکنی. اما وقتی که نه، برخلاف این فطرت و جبلتی که خدا تو رو خلق کرده حرکت میکنی، اینجاست که طعم زندگی تلخ میشه. چطور تلخ میشه؟ ببینید خداوند متعال اجازه نداده که هیچ یکی از مادیات سبب سعادت و خوشبختی دائم فرد بشه. ما خوشحال میشیم اما خوشحالی آنی است. ما از اینی که این ماشین جدید خریدیم خوشحال میشیم، 2 روز باش عکس میگیریم، به روزامون میگیم، شیرینی تقسیم میکنیم، اما بعد از 1 هفته 2 هفته 1 ماه میبینیم که چیز عادی است. اون خوشحالی برطرف میشه، میبینیم که ماشین عادی است، از این بهترش هم هست. یه خونه قصری درست کردیم، خوشحالیم که این قصر رو بریم توش زندگی میکنیم. 1 هفته 2 هفته بعدش میبینیم که چیز عادی است، از این بهترش هم هست. اون چیزی که لذت و دوام لذتش در قلب انسان پایدار هست، لذت اطاعت هست، لذت رسیدگی به دیگران هست. شما وقتی که یه پولی رو به دست میارید، یه لذتی به دست بهتون تزریق میشه، خوشحال میشید. اما وقتی که این پول رو در راه خدا صدقه میدید، به دیگران میدید، لبخند رو در زندگی دیگران میکارید، لذت شیرینیش خیلی بیشتر هست. برعکس هم خود رو از بین بردن که خداوند متعال ما رو منع میکنه از اینی که خودمون رو کوچیک کنیم، خرد کنیم، خودمون رو با دنیا بچسبونیم. دنیا اسمش هست دنیا، یعنی پستی. وقتی که فرد برای در رسیدن به دنیا خوشحال میشه، دست و پاش رو گم میکنه، یعنی وقتی که یک فردی میاد خوشحال هست دست و پاش رو گم میکنه، شاید هم سکته بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک ماشین بسیار خوبی بهش هدیه دادن، یا برنده شد در یک مسابقه ای، یا یک خونه و قصری بهش رسید. این خوشحالی معناش چی هست؟ خوشحالی برای دنیا یعنی اینه که شما دارید با صدای بلند میگید که من یک موجود حقیر، پست، ناچیزی هستم که یک چیز بزرگتر از من، بهتر از من، خوبتر از من، مفیدتر از من به من داده شد. این ماشین رو از خودت، از شخصیت، از ماهیت خودت بیشتر میبینی، خودت رو گم میکنی. اما ما با این نباید
نباید با دنیا خوشحال بشیم. خوشحالیمون از چی هست؟ خب ما ماشینی به دست میاریم، یه زندگی خوشحال میشیم. این خوشحالی به فضل الله هست. به فضل الله فلیفرحوا. این خوشحالی اون فضل الهی هست که به ما انعام داده شده. وقتی که یک هدیه بزرگی به من میرسه، یک جایزه بزرگی من میرسه، چیکار میکنم؟ فوراً سجده میکنم، سجده شکر به جا میارم. میدونم که این از جانب خداست. رابطه من رو با خدا عمیق‌تر میکنه، بهتر میکنه، شکر الهی به جا میارم. اما نه، وقتی که رابطه من با دنیا عمیق‌تر شد، خب چی میشه؟ خودم رو حقیر میکنم، خودم رو از بین میبرم. امید در دیگران درست کردن بر این منوال هست که وقتی که ما میخوایم در یک جامعه حرکت کنیم، جامعه رو ببینیم. وقتی که من از کنار خیابون رد میشم، میبینم که ماشینا با سرعت میان، کودکای از مدرسه اومدن بیرون، اینجا وظیفه‌ام رو بدونم، بیام جلوی ماشینا وایسم، راه رو ببندم، راه رو باز کنم برای کودکان که از اینجا رد بشن. اینجاست که همین کار من، با وجود اینی که من خستم از کار اومدم، ببینید چقدر احساس راحتی میکنن، چقدر احساس سعادت و خوشبختی میکنن. وقتی که میرم یک منطقه‌ای میبینم که مردم یا بچهای کودکان خیلی وضعشون خراب هست، مردم اینجا فقیر هستن، نادار هستن، میرم در جامعه یک حرکت میکنم، 10 تا مثل خودم رو حرکت میندازم، میام این منطقه برای این کودکان لباس میخریم، کفش میدیم، آب آشامیدنی براشون تامین میکنیم. چقدر احساس انسانیت میکنی، چقدر احساس سعادت میکنی وقتی که امید رو در این چهره ها میبینی، وقتی که یک کودک معلولی رو میبینی و این رو به راه میندازی، وقتی که کودک بیچاری رو سر خیابون میبینی و دست شفقت روی سرش میکشی، ازش میپرسی که بچه پسرم چرا میایی اینجا گدایی میکنی، و بهت میگه که مجبوره، مادرش مریضه، این رو میگیری میبری خونه، لباس درست تنش میکنی، میبریش خونهش، به مادرش کمک میکنی، این رو میفرستی مدرسه. بله، جزئی از زندگیت رو، جزئی از هزینه زندگیت رو داری صرف میکنی، اما چقدر این به تو نیرو و انرژی میده. انگار که خدا به تو داره میگه ای بنده من، تو به بنده من رسیدی بدون که من به تو میرسم. ای بنده من، تو لبخند بر لبان بنده من گذاشتی، من همیشه تو رو شاد میکنم. ای بنده من، تو رسیدی به یک مریض و یک ناتوان و یک فقیر و من تو رو غنی میکنم و تو رو ثروتمند میکنم و تو رو شاد و در زندگیت شاد میکنم. اینه که امید سازی در واقع برای دیگران نیست، برای خودم هست. من وقتی که در دیگران امید رو میسازم و لبخند رو میسازم و اشک‌ها رو پاک میکنم و دست بر سر یتیم میکشم، نادار میکشم، اونجاست که من دارم خودم رو میسازم. ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمان انا و کافر الیتیم کهاته، السعی علی الارمله والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله. من و کسی که با یتیمان دست به یتیمان کمک میکنه، یتیمان به کمک کرده این نیست که تو بری توی یتیمخانه یک مبلغی رو پرداخت کنی، نه، احساس بدی، به این یتیم برسونی که تو جای اون خالی پدرش رو تو پر میکنی. نگران نباش، از آینده نترس، من در کنارت هستم، امید داشته باش به آینده. وقتی که میری پیش یک زن بیوه و یا یک زن مسکین و اون به اون رسیدگی میکنی، زن بیوه، وقتی که رسیدگی به زن بیوه چیست؟ رسیدگی به زن بیوه این نیست که برید به در یک پولی بهش بدی و تموم، نه. شما در این خانه یک پدر رو گم کردید، من جای اون پدر هستم. اگر مرد هستی و توانایی بیشتر داری، میری با همین زن بیوه ازدواج میکنی، اگر توان ازدواج داری یا اون درخواست ازدواج داره، تا به زندگیش امید بدی. به یک بیماری که بیماری صعب العلاجی داره، به اون امید بدی. اینا همه در واقع وقتی من به اون امید میدم، دارم امید رو در خودم، در خانه خودم، در فرزندان خودم، بچه‌هایم که دارن تماشا میکنن، اطرافیانم که دارن تماشا میکنن، شاگردانم، همه اینا، من این امید رو دارم میکرم. ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در بدترین حالتها این امید رو به یارانش تزریق میکنن. یعنی تصور کنید یکی از سختترین
جنگ هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر مسلمان ها تحمیل شد که قرآن کریم یک سوره کامل رو به اسم اون گذاشته، سوره احزاب. احزاب یعنی تمام عرب ها جمع شدن برای ریشه کردن دولت مدینه و یک ارتشی اومد به مصاف مسلمان ها ایستاد که از کل جمعیت مسلمان ها بچه و زن و همه بیشتر بود. 10,000 نیروی نظامی اومدن به یک شهر کوچیک مدینه که این شهر رو از ریشه بکنن. خب پشت سر یهودا خیانت کردند، یعنی مسلمان ها در منگنه قرار گرفتند. از این بر 10,000 نیرو و از این بر یهودا که فرزندان همین خاک و بوم و همین شهر بودند و اسلحه هم داشتن، نیرو هم داشتن، دژها داشتن و همه اینها. در این حالت ها که حتی صحابی می اومد این صحنه ای که یک واقعا جنگ روحی روانی بسیار شدیدی بود. خب در واقع همون حتی اذا استیأس الرسل، یعنی به حدی رسیده بود که تصویر قرآنی هست که برخی وقتا فشار بر مؤمنان به حدی میرسه که نه تنها مؤمنان حتی پیامبران ناامید میشن. یعنی پیامبران میگن که متی نصر الله. پیامبران حتی پیامبر احساس میکنه که اینجا دیگه نصر پیروزی خدا، این امیدی که ما داریم تأخیر کرده. اینقدر فشار، این همون فشار رو به تصویر میکشه. در واقع همین فشاری بود. خب در این اثنا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مؤمنان رو امید میدن که کلنگ که میزنن یک سنگ رو میشکنن که همه نتونستن بشکنن، میگن فتحت کسرا. الان برای من دارم با چشم سرم دارم میبینم که سرزمین فارس برای من فتح شد، سرزمین رومیان فتح شد، یمن فتح شد. یعنی داره حرف از چی میزنه؟ از یک پیروزی ها، نه بر این 10,000 نیروی دشمن، نه بر مدینه و نه بر جزیره نه بر مدینه و نه بر جهان. حرف از امید، کاشتن امید در یاران. به حتی منافقان چی میگفتن؟ میگفتن که چی داره میگه؟ ما نمیتونیم بریم دستشوییمونو بکنیم از ترس. اون داره میگه که من تمام دنیا رو فتح خواهم کرد، این دین من همه دنیا رو روشن خواهد کرد، این خورشید تابان نبوت به همه دنیا خواهد رسید. این صحابه بودند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهشون امید داد. خود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در سخت‌ترین لحظات، وقتی که از مکه رانده میشه، از طائف رانده میشه، حتی ملک الجبال رو خداوند متعال میفرسته در خدمت پیامبر. ملک الجبال، فرشته کوه ها، میاد میگه که یا محمد اگر تو اجازه بدی من همین دوتا کوه رو به هم میزنم که تمام این ظالمان و این مستبدانی که تو رو با تو این کارو کردن، اینقدر تو رو زدن، زخمی کردن، از خونه و کاشانت راندن، اینا همه کشته بشن. میفرمان نه. چرا؟ امید دارن. امید یعنی چی؟ یعنی آینده خوب رو دیدن. یعنی اینی که میگه که من امیدوارم از اینها نسل‌هایی بیان که خدا را عبادت کنن. این امید از کجا میاد؟ این ریشه این امید از توحید و خداپرستی. توحید یعنی چی؟ یعنی اینی که شما بدونید هیچ قدرتی بالای قدرت خدا نیست. یعنی این که احساس کنید شما بنده خدا هستید و خداوند شما رو رها نخواهد کرد. یعنی احساس کنید که دست قدرت الهی است که دنیا رو میچرخونه و شما بنده همین اللهی هستید که تمام مقدرات آینده و ساختن آینده و آینده در اختیار اوست و هرگز شما رو تنها رها نخواهد کرد. خب جناب دکتر اگر اجازه بدین، به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی میریم سراغ یک میان برنامه. اما بعد از میان برنامه انشالله منتظر باشین که باز هم با محور جالب مثال های از زندگی پیامبران، از امیدواری پیامبران که همه ایشان برای ما شما الگو هستند را بعد از میان برنامه انشالله خواهیم داشت. منتظر صحبت های جناب دکتر باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
و اگر زنی از بیمهری یا بی توجهی شوهرش بیم داشته باشد، مانعی ندارد که به نحوی میان خودشان سازش کنند و صلح و آشتی بهتر است و در نهاد همه بخل وجود دارد. و اگر نیکی کنید و تقوا پیشه سازید، پس همانا الله به کردارتان آگاه است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا حبذا خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأذواق، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. حين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتحسني ذكر المروءة والندى بين الشمائل عزة المشتاق. فالناس هذا حظه مال وذاك مكارم الأخلاق. يا حبذا خلق كريم. با عرض سلام مجدد دوباره خدمت شما سروران و گرامیان بینندگان شبکه جهانی ندای حق و برنامه خلق عظیم. در برنامه این هفته من که موضوع برنامه امیدسازی است، جناب دکتر صحبت های مهم قبل از میان برنامه داشتن درباره مفهوم امید. چگونه ما میتونیم امید را در افراد جامعه، چی در میان آحاد افراد باشه، چی در کل جامعه باشه، به وجود بیاریم، تزریق کنیم و همچنین درباره اهمیت امید صحبت های داشتند. و قبل از میان برنامه خدمتتان عرض شد که انشالله پس از میان برنامه به مثال های از امیدواری پیامبران علیهم السلام اشاره خواهد شد. اما قبل از آن میخوام به یک نقطه جناب دکتر اشاره کنم که باز هم نمیدارم، شاید من ناامید باشم یا اینکه من شاید بعضی مثال های را در جامعه میبینم. کسانی که خودشان ناامید هستند و ناامیدی و یأس را در افراد ما حول و دوروبری هایشان میکارند و تبلیغات میکنند، چی فکر میکنن؟ آیا اینها مریض هستند، بیمار هستند، نیاز به درمان دارن؟ و اگر نیاز به درمان دارن شما چه نسخه برشان تجویز میکنید؟ ببینید خداوند متعال میفرماید ولا یأس من روح الله الا القوم الکافرون. این حضرت یعقوب به فرزندانش این درس رو میده که یأس از ناامیدی از خداوند این کار کافران هست. برای همین کافر کوچیکه. کافر یک موجودی هست نه ریشه در تاریخ داره نه امید به آینده داره، یک موجود تنها و احساس حقارت میکنه، در این دنیا رو بزرگ میبینه و خودش رو کوچیک حقارت و حقیر میبینه. مؤمن اینطور نیست. مؤمن خودش رو در یک کاروانی میبینه که از آدم علیه السلام شروع شده و تا روز قیامت در حرکت است. مؤمن در مسیر زندگی خودش رو یک شخص میبینه، یک قطره‌ای در این دریای بزرگ که مسئولیت داره، مسئولیت ساختن آینده، ساختن تربیت دیگران و گذران این چرخ زندگی رو چرخاندن به سوی عمران و به سوی سازندگی. واسه همین مؤمن نباید ناامید باشه. چرا؟ چون که مؤمن خودش رو فردی میبینه که خدایی بالای سر داره که این خدا قدرتش
بی نهایت هست. اما من خب ببینید، شما ببینید مثال حضرت یونس علیه السلام. حضرت یونس علیه السلام قرآن کریم میفرماید فالتقمه الحوت، یک نهنگی اون رو بلعید. حالا شما بگید که یک بیماری هست که بیماری لاعلاج داره، باز هم امیدی به درمانش میمونه. یک نمیدونم فقیری هست در فقر مدقع و شدید، باز هم امیدی هست که یک تغییر و تحولی در زندگیش به وجود بیاد و زندگیش بچرخه. اما یونس علیه السلام در تمام معانی عقلی ما دیگه امیدی به وجودش نیست. در شکم حور، حتی خداوند متعال اون رو میگه ظلمات ثلاث، در تاریکی های شکم نهنگ، در تاریکی این دریا، در تاریکی شب، یعنی سه تاریکی. الان حتی اگر تصور ما بشه، حتی اگر که نهنگ اون رو استفراغش کنه بندازش بیرون، توی این دریا غرق میشه. پس هیچ امیدی در ظاهر امر نیست. اما همین یونس علیه السلام چون که خودش رو با خداش، رابطه خودش رو با خداش درک میکنه، چیکار میکنه؟ میاد دعا میکنه فنادى فی الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. در همون تاریکی ها و در همون تمام راه ها به سویش بسته است، راه خدا که بازه. این راه رو میبینه و با خدا راز و نیاز میکنه. بعد جوابش میاد چی؟ فاستجبنا له و نجیناه من الغم. ما صدای یونس علیه السلام رو شنیدیم و در همون جا اجابت کردیم و اون رو از اون مهلکه و از اون غم و اندوهی که توش بود، از اون گرفتاری که بود، اون رو کشیدیم بیرون. و کذالک ننجی المؤمنین. این هدیه بزرگ الهی است به همه مؤمنان که ای مؤمنان، حتی اگر شما در اون مهلکه یونس علیه السلام باشید، ما اگر شما رابطت با الله تعالی باشه، در همون حالت هم شما رو نجات میدیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هر کسی که این دعای یونس علیه السلام رو بکنه، خداوند متعال غم و اندوه رو ازش بر میداره و اون رو نجات میده از اون مهلکه‌ای که توش هست. پس ما رابطمون چقدر با خدامون قوی باشه، به همون اندازه قدرت میگیریم، به همون اندازه توانمندی میگیریم، به همون اندازه امیدوار میشیم به آینده. یعنی شما تصور کنید همه پیامبران همچین حالتهایی رو جلوی روشون بوده و همه پیامبران با امید زندگی کردن. حضرت یعقوب علیه السلام ضربه بسیار سختی بهش وارد میشه، بچهش گم میشه و کشته شدن بچه تقریبا ثابت هست، همه نشانه ها ثابت هست. گرگ بچه رو خورده، لباس آوردن، رو خون بچه رو لباس هست، همه این ظاهر هست. اما این امیدوار هست. سختی ها چند برابر میشه، بچه بعدیش هم گم میشه، خب باز هم امیدوار است. در ابتدا صبر جمیل میکنه، با صبر جمیلش به خداش نشون میده که من امیدم به تو است ای پروردگار بزرگوار. همون صبر خودش چی است؟ صبر یعنی امید داشتن به آینده. وقتی که یک عزیزی رو ما از دست میدیم چی میگیم؟ انا لله و انا الیه راجعون. بله ناراحت میشیم، اشک میریزیم، غمگین میشیم، اما چی؟ صبر جمیل. نمیگیم مگر اون چیزی که خدا ازش راضی میشه. چرا؟ چون که ایمان داریم به قضا و قدر. یکی از ستون ایمان فرد چی است؟ ایمان داشتن به قضا و قدر الهی، یعنی راضی بودن به آن چیزی که خداوند برای ما ترتیب داده، یعنی قبول داشتن خداوند. الان شما میگید که عزاداری هایی که امروز میشه، عزاداری امروز یعنی کفر به الله، عزاداری امروز یعنی نشناختن الله، عدم شناخت خدا. شما چی میگید؟ در عزاداری که امروز میکنن یعنی چی؟ میگن آقا نمیدونم دو تا خویشاوند حضرت حسین و یزید با هم دعواشون شد، یک دیگر رو کشتن فلان کردند. خب میگیم کجاند؟
حسین کجاست؟ یزید کجاست؟ همه مردند رفتند. کجان؟ در محکمه عدل الهی هستند. پس الان خداوند متعال به اونها رسیدگی میکنه. من و شما در این میان چیکاره ایم؟ وقتی که من و شما میاییم امروز و محکمه عدلی به گمان خودمون تشکیل میدیم تا اینها رو محاسبه کنیم، حق مظلوم رو بگیریم و ظالم رو محاسبه بکنیم، یعنی اینی که ما به محکمه عدل الهی قبول نداریم و باورش نداریم. اینها همش برمیگیره از کجا نشأت میگیره؟ از اینجا. تفکر اشتباه غلط. یعنی مخ ما سیستم مخ ما به هم خورده. حضرت یعقوب علیه السلام که این سیستم مخش سالم بود دنبال این نبود، دعا میکرد، بچه هاش رو هم فرستاد که برید اصلا امید دارم، من آرزو دارم و امید دارم به خداوند متعال که خداوند متعال هر دوتاشون رو برا من برمیگردونه. بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چشماش برمیگرده، بچه هاش برمیگردن و بچهش هم شده پادشاه. حضرت موسی علیه السلام قصه حضرت موسی همش تزریق امید هست به جامعه. مادر پریشان، راه ها بسته است، بچهش کشته خواهد شد، همه اینها، نه تو دریا بندازش، به شیر بده، همین که احساس خطر کردی بندازش تو دریا. تو دریا یعنی چی؟ یعنی ناامیدی مطلق، یعنی اینی که غرق میشه دیگه، بچه از نهنگا میخورنش، تمساها میخورنش، غرق میشه. اما نه، چون که امید به خدا داره، ایمانش به خداست، همین بچه رو خداوند برمیگردونه به آغوش مادر. همین بچه، همون ظالم فرعون اون رو کمک میکنه، بهش رسیدگی میکنه و تو خونه خودش اون رو بزرگ میکنه. بعد همین موسی جوان باعث میشه که کسی کشته بشه، با میترسه، از اونجا فرار میکنه، میره به چی؟ به یک مسیر مجهول. میره تو اون مسیر مجهول، امید داره به خداش، میره چه کار میکنه؟ کمک میکنه به بینمایان. ای موسی، تو اومدی به بنده من کمک کردی، من به تو کمک میکنم. دخترای بیچاره که نمیتونستند آب بکشند، آب کشید، به گوسفندای اونا آب داد. این فرد مجهول در یک مسیر مجهول آواره کار پیدا کرد، زندگی پیدا کرد، زن گرفت، تو زندگیش مرتب شد، همینجا به نبوت انتخاب مبعوث شد، بعد با اکرام هم شد، برادرش هم باش همراه شد و فرستاده شد باز به سوی فرعون. همین فرد میاد قرار میگیره تو یک مهلکه بسیار وحشتناک که دیگه اینجا هیچ امیدی ما نمیبینیم. دریاست، از این سو دریا و از این سو لشکر فرعون. یعنی الان در یک تو دریا بزنه غرق میشه، با لشکر فرعون هم توان مقابله نداره. در همین جا هم خداوند چون که امیدش به الله هست، خداوند در همین جا دریا برخلاف قوانین طبیعت یک معجزه صورت میگیره، دریا دو قسمت میشه و اون از اونجا رد میشه و نجات پیدا میکنه و همون دریایی که اون رو نجات داده فرعون و سربازان فرعون رو در خودش میبله. این امید، یعنی اینی که ما رابطمون رو با خدامون مستقیم کنیم. ما بیاییم این قضیه یأس و ناامیدی یه بیماری مثل این نیست که دست کسی زخمی باشه یا فلان، همش منشأش مخ و سیستم مثلا فرمات مخ هست که ما بیاییم این مخی که باورهایش توش به هم ریخته، سیستمش به هم ریخته، این مخ رو بیاییم یک فرمات جدید بکنیم و از سر نو این رو تنظیم کنیم. اون فردی که دچار یک نوع یأس و ناامیدی هست، اون رو بیاییم از سر نو باش کار بکنیم، ذهن سازی بشه، این خودش رو ببینه، قدرت هایی که خداوند متعال در اون گذاشته و در جامعه. شما یه فردی از یک جامعه بزرگ هستین. یعنی شما ببینید وقتی که شما تنهایی به مسافه یک جنگ میرید، خب شما تنهایی، اما وقتی که تو یک لشکر بزرگ هستید احساس قدرت میکنید.
احساس وجود میکنی، هم خودت رو میبینی، هم قدرت هایی که اونها هم جزئی از خودت هستند و در کنار تو هستند. ما در جامعه همچنین حالتی داریم، قدرت های بسیاری، توانمندی های بسیاری، پتانسیل های بسیار قویی که خداوند متعال در فرد مؤمن گذاشته. همه اینها میتونه مؤمن رو یک قدرت غیر قابل شکست ناپذیر قرار بده که این مؤمن دیگه از هیچی نمیترسه و با یک امیدی که به خدای متعال داره میتونه هم خودش رو مدیریت بکنه و هم جامعه اطراف رو با خودش بگیره و به سوی هدف که همون رضایت الله متعال باشه و زندگی با سعادت در دنیا و آخرت باشه رو کسب. متشکرم جناب دکتر. البته از وقت برنامه ما هم 5-6 دقیقه بیشتر نمانده. در خلال صحبت‌هایتان گفتیم که کافر در این دنیا، در عصری که ما زندگی میکنیم یا در کل در این دنیا، خودش را کوچک میشماره، اما مسلمان خود را قوی احساس میکنه. شاید برخی ها به این فکر باشن و این سوال ها هم میشه، این سوال ها هم مطرح میشه، فکر کنیم به عنوان یک شبهه که جناب دکتر چرا نمین واقع گرا نمیشین؟ باید واقع گرا باشین، خیالی زندگی نکنین، زندگی تخیلی نیست، حقایق موجود در جامعه را در نظر بگیرین که امروز ببینین که میگن کافرها به کجا رسیدند از هر نگاه، از نگاه پیشرفت تکنولوژی روز. امروز همه چیزی که ما داریم کافرها میسازند و ما داریم وارد میکنیم و شما اون مؤمنی را که، اون مسلمانی را که میگین قوی است و امید داره، در حقیقت در یک وضعیت زندگی میکنه که وضعیت تلخ، وضعیت ناامید کننده و حقایق جامعه را میبینه. باز شما میگه نه امیدوار باش. چطوری با این وضعیتی که در جامعه حاکم است؟ خب وضع مثلا ایران یا افغانستان امروز در نظر بگیریم، امروز مغزهای متفکر جامعه ما میرن به بیرون، میرن آمریکا، میرن اروپا به خاطر اینکه یک زندگی آبرومندانه داشته باشن. خب با وجود این حقایق چطور باز ما میتونیم که بگیم که نه امیدوار باش؟ چرا این حقایق شما در نظر نمیگیرین؟ چرا واقع بین نمی باشین؟ میگن این سوالا. واقع بینی این هست که ما بدونیم که خداوند با هیچ کسی شوخی نداره و هیچ کسی خویشاوند خداوند نیست. خداوند یعنی ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سوره اخلاص بیانگر همیشه است، قل هو الله احد. خب و هر آنچه که بر انسان میاد نتیجه به ما کسبت انفسهم، همون کاری هست، نتیجه فعالیت خودش هست، نتیجه کار خودش هست، نتیجه باور خودش هست. اگر امروز به ما در تخلف و عقب ماندگی هستیم، به خاطر این هست که ما خواستیم که چنین باشیم. ما از اون مرامنامه و دستورالعملی که خداوند متعال برای ما گذاشته دور شدیم. وقتی که ما به علم و اندیشه و دانش و تنظیم و اینها بها نمیدیم، خب ما نتیجتاً به این وضعیت میرسیم. کسی دیگه میاد با وجود اینی که به خدا ایمان نداره، میاد اون راهکار درست رو پیش میبره، به موفقیت میرسه. ببینید اگر یک مؤمن و یک کافر تو دریا بیفتن، بله، خب کی نجات پیدا میکنه؟ اون کسی که شنا بلده، نه اون کسی که ایماندار هست یا اونی که کافر هست. نه، این ربطی به که کفر و ایمانش نداره. تا وقتی که ما از مسیر خودمون، من گفتم در ابتدای کار که فاقم وجهک للدین حنیفا، تا وقتی که ما فاقم وجهک للدین حنیفا نیستیم، تا وقتی که ما روی مسیر درست راه نمیریم، خب هر آنچه که میاد نتیجه اون گناههای ماست، اون کارهای ماست، اون بدبختیهای ماست. وقتی خداوند متعال به ما میگه توبوا الی الله جمیعا، همتون به سوی خدا برگردید، برگشت به سوی خدا یعنی چی؟ یعنی ساختن. یعنی وقتی که کل جامعه توبه میکنه، وقتی که من فروشنده من توبه کرده، دیگه من هیچ دلهوری ندارم که از به من گولم بزنه و چیز بد به من بده. وقتی که نانوا توبه کرده، من میدونم که این نانی که به من میده یک نان سالم هست. وقتی که مدرس من توبه کرده، میدونم که کلاسش رو به نحو احسن اداره میکنه. وقتی که رهبر من توبه کرده، میدونم که منو گول نمیزنه و مال و ثروت کشورم رو چپاول نمیکنه. وقتی کل جامعه توبه کردن، به سوی خدا رفتن، جامعه رشد میکنه.
و آرامش در جامعه به وجود میاد. این مظاهر، همه اینها با وجود همه این اختلافاتی که به اصطلاح در سطح زندگی هست، با وجود این ما میبینیم که بیماری های روحی روانی در اون کشورها بیشتر است، خودکشی در اون کشورها بیشتر است، خانواده در اون کشورها منحل شده، مشکلات معضلات روحی روانی در اون کشورها به مراتب بیشتر است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه درسته که ما خیلی کوتاهی ها داریم ظاهرا، اما با این همه کوتاهی ها، در کنار این همه کوتاهی ها، هنوز ارتباط ما با آسمان برقرار هست. هنوز در جامعه ما افراد زیادی هستند که رابطهشون با خداشون درسته. هنوز افراد، ببینید قضیه توبه و بازگشت به سوی خدا مال فرد هم هست، مال جامعه هم هست. اما خداوند متعال میفرماید که خداوند متعال چه میخواد به عذابتون؟ ان آمنتم، اگر شما ایمان آوردید و عمل صالح انجام دادید. و ما کان الله معذبهم وهم یستغفرون و ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. خداوند متعال به فرد جامعه میگه که اگر شما بر منوال زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حرکت کردید که خداوند دیگه شما رو عذاب نمیکنه. ما عذاب میشیم، این بلاها بر سر ما میاد به خاطر اینکه خودمون همین رو خواستیم، خودمون این راه رو رفتیم. اینی که ما بیاییم باز مشکلات خودمون رو به گردن دیگران میندازیم، دیگران بر ما تحمیل کردن، دیگران کردن. بله دیگران گرگ هستن، گرگ وقتی میاد یک به گله میزنه، خب ما که گرگ رو نمیتونیم تنبیهش کنیم، نمیتونیم ازش غیر از این انتظار داشته باشیم. اما کجاست چوپان این قلعه؟ کجاست به اصطلاح خود این افراد که خودشون رو در دهان گرگ انداختن و حاضر شدن که به اصطلاح ذبح بشن؟ پس این مسیری که ما میریم، ما باید مسیرمون رو درست بکنیم. ما باید خودمون رو در مسیر خدا و در مسیری که خداوند متعال برای ما گذاشته قرار بدیم، در اهدنا الصراط المستقیم بشیم تا مثل مغضوب علیهم و الضالین نشیم. وقتی ما میگیم الله اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، اونهایی راه اونهایی که به اونها نعمت ها دادی. کجاست نعمت هایی که به ما داده شده؟ پس ما مشکل داریم. وقتی که خداوند متعال بندش رو میگه که برای تو جنتان گذاشتم، یعنی شما 2 تا جنت دارید، 2 تا بهشت دارید. یکی در دنیا باید سعادتمند زندگی میکنید، در روز آخرت وقتی که بنده وارد بهشت میشه، خداوند متعال میفرماید که من اون رو داخل بهشت میکنم عرفها لهم، یعنی بهشتی که قبلا اینها طعمش رو چشیده بودن. یعنی بهشت که زندگی باید در زندگی فرد مؤمن به مرحله از رابطه، ولی من خاف مقام ربه جنتان، کسی که جایگاه و مقام الهی رو شناخت براش 2 تا بهشت هست، بهشت آخرت و بهشت دنیا. الان اگر دنیای ما برای ما بهشت نشده، مشکل ما اینجاست. لمن خاف مقام ربه، ما خدامون رو نشناختیم. پس نیاز هست به یک بازگشت، نیاز هست به یک توبه. خود توبه چی هست؟ توبه در واقع امیدوار کردن بنده به آینده و به خداش هست که تو هر چه باشی توبه نمیکنه. تو ای بنده من هر چه که باشی درهای ما باز هست. بازا هر آن که هستی، بازا گبر و کافر و گبر و بت پرستی، بازا این درگه ما درگه نومیدی نیست. چی بود آخرش؟ این درگه ما درگه نومیدی نیست، هر چه هستی بازا. یعنی اینی که درگه خداوند متعال، در خداوند متعال به روی همه باز هست و در نومیدی بسی امید است و پایان شب سیاه سپید است. ما به سوی این امید باید خودمون رو حرکت بدیم، جامعه رو حرکت بدیم، همه به سوی سازندگی. فإن مع العسر یسرا. و این حتی اینجا خداوند متعال میفرماید فإن مع العسر یسرا، همراه با هر سختی، در لباس هر سختی یک سعادت و یک راحت و یک آرامیشی هست. نیاز هست که ما با این سختی خوب بگیریم، صبر کنیم، بجنگیم. ببینید امید با ناامیدی فرقش چی هست؟ شما تصور کنید که 3 نفر افتادن توی یک چاه عمیق. بله. یکیش که اصلا کلا ناامید هست که من هیچ راه برون رفت ندارم. این ناامیدی چون که امید به آینده و زندگی نداره باعث میشه که عمرش کم بشه و بمیره. یکی دیگه نه، میاد دعا میکنه، رابطهش با خداش خوبه اما فقط دعا میکنه، حرکت نمیکنه.
این با همین دعا خودش رو در این چاه حفظ میکنه، زندگیش میمونه، 100 سال عمر میکنه، اما بعدش میمیره. یکی دیگه نه، میاد در عین حالی که دعا میکنه حرکت میکنه، سعی میکنه بره بالا، میره بالا میفته، میره بالا میفته، 1000 ترفند به کار میبره تا آخر از اون مهلکه و از اون چاه خودش رو نجات میده. این ایمان به خدا هم داشت، امید در واقع ایمان هست و حرکت. این دوتا با هم لازم و ملزوم هم، لازم و ملزوم هم در کنار هم فرد رو به حرکت در میارن و متوکل نباشه، متوکل باشه، هم به اسباب چنگ بزنه و هم به الله متعال توکل بکنه. تشکر جناب دکتر. گرچه موضوع امیدسازی موضوعی است که نباید در یک قسمت پایان میافت، اما باز هم امیدوار هستیم که بیننده های عزیز و گرامی دیگه با یک اشاره انشالله موضوع را استیعاب کرده باشن و هضم کرده باشن و بتوانند که در زندگی خود امیدوار باشند و به دیگران امید بدهند. چون امید، چنانه که جناب دکتر گفتن، امید یعنی زندگی، امید یعنی ایمان داشتن به الله متعال و به تقدیرات الهی. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما گرامیان و سروران را به پناه الله یکتای بی همتا می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. جزاکم الله خیرا. بارک الله فیکم. قد مازجته سلامة الأذواق، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. حين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتحسني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل عزة المشتاق. فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. شبکه جهانی ندای حق. شما بینندگان عزیز می توانید شبکه جهانی ندای حق را بر روی فرکانس های زیر مشاهده نمایید. ماهواره هاتبرد، ماهواره یوتلسات 7، ماهواره نایلسات، شبکه جهانی ندای حق.